در آخرین تحلیل مدنیت به این نکته میرسیم که مسئله خوراک انسان و تهیه آن بنیان تمدن را تشکیل میدهد و هنگامی که انسان توانست از مرحله شکار خارج شود و به مرحله چوپانی برسد، در این صورت گوهر انسانی خود را آشکار ساخت. در این حالت جدید زندگی مزایایی را که عبارت هست از اهلی کردن حیوانات و تربیت دامها به انسان عطا کرد و چون اهلی کردن حیوانات و استخراج فلزات برای انسان میسر شد، توانست ابزار سنگین‌تری بسازد و به توسط آنها گاوآهن را جانشین اسباب چوبی قدیم بکند و زمین را بهتر زیر و رو کند و آنگاه سر حاصل خیزی زمین را دریافت و در نهایت انسان هنر دوراندیشی را از طبیعت آموخت و مفهوم زمان را فهمید و از پرندگانی چون دارکوب و مانند زنبور عسل که عسل را در کندوی خود ذخیره می کند فکر ذخیره کردن برای آینده را دریافت و برای او معلوم شد که کشاورزی ممکن است وسیله بهتری باشد نسبت به شکار و توانست 3 گامی را که از زندگی جانوری او را خارج می کند و به عالم تمدن می آورد بردارد. این 3 مرحله عبارت بودند از سخن گفتن، کشاورزی و خط نویسی.